المالک یکی از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی المالک هست، یعنی صاحب، مالک، ذاتی که همه مخلوقات ملک از اوست. او مالک تمام مخلوقات است، ذاتی که مالک یوم الدین است، صاحب روز جزاست. لمن الملک اليوم، مالکیت امروز از آن کیست؟ لله الواحد القهار، برای ذاتی که واحد قهار است، ذاتی که مالک متصرف است، در مخلوقاتش هر قسمی که بخواهد تصرف میکنه، کسی را خلق میکنه و کسی را میمیرانه، کسی را عزت میدهد و کسی را ذلت میدهد. بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.